عرض احترام و ادب خدمت مشتریان گرامی. یه نمونه موردی بود گفتم باهاتون به اشتراک بذارم. ببینید مثلا الان این اتو رو آوردن اینجا برای تعویض کابل رو نگاه بکنین. این کابلایی که این الکتریکی ها میرن 10-15 هزار تومان میخرن، میرن تو مغازه هاشون 200 تومان 250 تومان 300 تومان، حالا هر چقدر تیغشون ببره مغز میگیرن مردم انجامش میدن. بعد کار رو نگاه کنین چجوری انجام داده. سیمو پیچون نکرده. شما لحیم وقتی به سیم میزنین یا ترمینال میزنین اتصال کابل رو بالاتر میبرین، یعنی اون جریان برق قوی تر میشه با اتصال با هویه و یا عرضم به حضورتون ترمینال، یعنی اتصال قوی تر انجام میشه. برمیدارن مثلا آخه تو که داری پول میگیری یا بابا، آدم خوبی هم هستی، نمازت هم سر وقت میخونی، خب این چه کاری انجام میدی؟ اینا اینجا به هم میپیچونی کابلو، بعد کابل توی برق بوده آتیش گرفته سیم. حالا اون لحظه هم که شما خدا نکنه همچین اتفاقی برای کسی بیفته، ولی خب اون لحظه که این کابل آتیش میگیره دود سیاه میزنه بیرون، الان من دارم فقط به گفتنش، یعنی آسونه، من دارم خیلی راحت دارم میگم، ولی اون لحظه که این اتفاق میفته مخصوصا وقتی خانوما باشن با جیغ و داد و ابوالفضل و اینور و اونور خونه رو یا ترک میکنن یا میان یه سلط آب میریزن روش، یه حرکتی میزنن بدترش میشه. کارتون رو ببین، بارها گفتم کارتون رو ببرین جایی که براتون فکر کنه برای خونه خودش داره کار انجام میده. چجوری بگم، با چه لحنی بگم که به قول گفتنی موردی پیش نیاد. ببینیم مثلا این نوع کابلایی که ما مثلا مصرف میکنیم، کابل کنف میدونین برای روی سیم برای چی؟ برای اینکه کابل داغ نشه، برای اینکه عرضم به حضورتون اتفاقی نیفته یا همچین حرکت هایی نشه. این کابلا متفرقه است. ببینین کابل 100% خارجی، کیفیت فوق العاده، کابل عین پنبه، کیف میکنی متریال کابل رو میبینی، جنسش رو میبینی، لذت میبری. سرای کابل همه پرس شده، نگاه کنید سرای کابل پرس شده است. اینا با این کابلا زمین تا آسمون فرقشه. خواهشاً اگه برای جونتون، برای خودتون، برای وسیلت